اون چیزی که آدم‌ها رو از همدیگه به دو دسته تقدیم میکنه بلکه نه مرد یا زن بودنشونه و نه خوب یا بد بودنشون. اون چیزی نیست جز توت فرنگی کوچولو پرسن بودنشون یا اونی کوچولو پرسن بودنشون. و امروز هم دقیقاً اومدیم بررسی بکنیم، چون دو دسته آدم وجود داره. مثلا یه دسته از آدم‌ها یه غذا رو اینجوری میخورن و اون دسته یه جور دیگه. تو این ویدیو هم قراره برات مشخص بکنم که تو کدوم یکی از این دسته ها هستی. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، تو دسته آدم خوبا باش و این ویدیو رو لایک بکن و منو حسابی خوشحال بکن. یه بوسم بهت. وقتتو نمیخوام بگیرم، بزن بریم سراغش. اول از همه موقع این غلات خوردن و غلاتو میریزی بعد شیر، یا اول شیر یا بعد غلات. من اول غلاتو میریزم روی شیر رو میریزم که حسابی قشنگ بخیسه تو دهن آب بشه، اینجوری منطقی تر میخوره باشه. شکلات کیت کت ها رو میشکونی میخوری یا کلا گازشون میزنی؟ من میشکونم تیکه آخرش هم نیک میزنم که دیگه قشنگ مزه رو بکشم تو خودم. اینم از این. بعدی کمدت به هم ریخته است یا کمدت تمیزه؟ الان من واکنم به شما نشون بدم 90%تون آنساب میکنین چون وحشتناک منفجره. کمدو زیاد خوب نگهداری نمیکنم متاسفانه. چند تا آلارم میذاری بیدار بشی یا فقط یه آلارم؟ من فقط با یه آلارم بلند میشم، چند تا نیاز نیست. با یه دونه سریع از خواب میپرم، بعضی موقعم که کلا نمیذارم دیگه، اون روز استراحت میکنم. خب بعدی آیس کافی دوست داری؟ کافی سرد دوست داری یا داغ؟ جفتش حال میده ولی سرد و من بیشتر هستم، سردش خیلی حال میده. اون وقت چای میخورم بجاش. آره. از چمدون استفاده میکنی یا کوله پشتی؟ من مسافرتم میرم چمدون نمیبرم، کوله پشتی میبرم. با کوله پشتی راحت ترم، چمدون یکم تو دست و پاه. خب بعدی فست فود یا غذایی که تو خونه درست شده باشه؟ جفتش عالی ان تو هر موقعیت یکی، ولی بخوام یکی انتخاب بکنم غذای خونگی. خب قاعدتا سالم‌تر و بهتره، ولی خب فست فود هم خوبه دیگه حاجی. سس کچاپ یا مایونز؟ بسته به موقعیتشه، ولی بازم کچاپ. مایونز بعضی موقع، ولی بیشتر مواقع قوت قالب من قرمزه. سس قرمز همون کچاپ هستش. سامر یا وینتر؟ مرد شور تابستون رو برم. چقدر خوشحالم که من داره این تابستون تمام میشه. زمستون و به علاوه پاییز رو بیشتر از همه هستم. بچه تابستون هم بد نی ولی پاییز بهتره. صبح زود بیدار بشی یا شبا دیر بخوابی؟ صبح زود بیدار بشم. شب دیر خوابیدن واقعا خوب نیست، آدم هزار تا مریضی میگیره. صبح زود باشی. نونو دورش رو میبری میخوری یا با دورش میخوری؟ چه مسخره بازیه. کلا میخورم نونو هرچی باشه. حالا من توست نمیخورم، بیشتر بربری سنگک میخورم، ولی خب توستم نمیبرم، میخورم دیگه. حالت عادی. آنلاین خرید کن یا بریم مغازه خرید بکنی؟ جفتش خوبه، ولی برای منی که زیاد بیرون نمیرم آنلاین خب روالتره. یه دقیقه سفارش میدم من همینجا برمیداره، 2 روز بعد میاره، ولی خب ریسک هم داره دیگه، ممکنه پولتو بخورن. ساحل یا استخر؟ ساحل آفتاب سوخته میشی، استخر رو من بیشتر دوست دارم. استخر کارایی داره که تو ساحل آنلاک نیست، نمیتونی انجام بدی. سامسونگ یا اپل؟ من اندروید پرسنم، برای همین سامسونگ رو انتخاب میکنم. نمیدونم، با رابط کاربری اندروید راحت ترم تا آیفون. خب بعدیش چیه؟ صبحونه نمکی بخوری یا صبحونه شکری و شیرین؟ نه سمت چپی. نمکی، سوسیس تخم مرغ و املت و این داستانا رو خیلی بیشتر هستم تا چیز شیرین. تختتو تمیز میکنی یا تمیز نمیکنی؟ هیچ وقت من تختمو تمیز نمیکنم. در صورتی که مهمون بیاد بله تمیز میکنم، ولی در کل همش 24 ساعت تو تخت بستریم. آره گفتم بدونید. چی میگه؟ از روی به این سمت دستمال توالتون یا اون سمتی؟ من استفاده نمیکنم، نمیدونم هم چجوری اصلا، کاری بهش ندارم، فرقی نمیکنه دیگه، کار میخواد خوش بکنه. همیشه زود بیدار بشی یا همیشه دیر بیدار بشی؟ خب من مریضم، همیشه زود بیدار بشم یا همیشه اصلا دیر بکنم؟ نه همیشه زود برسم تا دیر بکنم، من دیر کردم بدم میاد. استخر این جکوزی ها داشته باشی یا دوش؟
جکوزی حاجی بری تا گردن توش اینجوری بخوای. وای دوش چیه؟ دوش هم خوبه ولی جکوزی یه لول دیگه است. پوره تخم مرغ همزده یا تخم مرغ با زرده؟ نه تخم مرغ همزده با زردش میتره که دوست ندارم. آره سیتی یا بیرون شهر؟ به من باشه من بیرون شهر زندگی میکنم، یه ویلا بیرون شهر میگیرم اونجا زندگی میکنم. شهر رو زیاد نیستم، آلودگی هوا و شلوغی و اینا رو دوست ندارم کلا. آب خالی دوست داره بخوری یا مثلا آب مزه دار، آب مثلا با لیمو اینا؟ آب خالی اون احساس کنم بعد مدت دل آدم میزنه. من آب خالی رو بیشتر دوست دارم. بعدی کتاب بخونی یا پادکست گوش بدی؟ کتاب خوندن یه حال دیگه ای داره که تو اون ورقه ها رو دست میزنی، اون صدای کاغذ و بوی کاغذ یه چیز دیگه است. خوندن کتاب خیلی خیلی بهترن نظر من. فیلمو تو خونه ببینی یا بری سینما؟ جفتش خفنه ولی من دوست دارم تو خونه دراز بکشم جلوی تلویزیون و حالا هر چی که دوست دارم بخورم. سینما رو زیاد نیستم، هرچند جفتشون اوکیه. کمپ بزنی یا هتل؟ کمپ. هتل هم خوبه ولی کمپ یه حال و هوای دیگه ای داره، چون داری با طبیعت با نیچر یکی میشی، خیلی چیز باحال تری احساس میکنم. آره من کمپینگ رو انتخاب میکنم. میوه خشک دوست داری یا میوه فرش و تازه؟ میوه خشک خیلی خوبه، مثلا تو شب یلدا من زیاد میخورم، ولی میوه تازه خب یه چیزی است، یه دیگه است، خنک و آبدار و شیرین. بعد اینکه غذای اینی غذاهای گیاهی دوست داری یا دسر؟ دسر بابا، غذا گیاهی چیه؟ مردشور هر چی رژیمه رو ببرم بخور حال کن، پشمرگه دیگه، دور از جونت. هممون به اونجا میرسیم. لپتاپ دوست داری یا پی سی کیس دسکتاپ کامپیوتر؟ من خب کیس دوست دارم، الانم کیس دارم. لپتاپ هم خوبه ولی کیس یه حس و حال دیگه بهت میده، پشت هواپیما نشستی. سگ یا گربه؟ من آدم کت پرسنی هستم، 100% گربه. حالا سگ هم باحاله ولی گربه رو بیشتر دوست دارم. جفتشون خوبن، گربه گوگلی تره احساس میکنم، هرچند سگ هم هست ولی خب گربه. پیام بدی یا وایس بفرستی؟ من 90% اوقات وایس میدم به دوستام، یعنی بچه‌ای که این ویدیو رو میبینن با من در ارتباطن میدونن که من وایس میدم، تایپ نمیکنم زیاد، وقتمو هدر نمیدم. بعدی اکشن مووی یا رمانتیک مووی؟ حاجی اکشن رو بیشتر، من رمانتیک تا حالا واقعیت فیلمی ندیدم، شاید علایالدین جزش باشه ولی خب اکشن تا دلت بخواد دیدم، اکشن رو بیشتر دوست dارم. آره بریم بعدی. کفشتو تو خونه میپوشی یا بیرون میپوشی؟ من جلو در خونه، یعنی تو خونه جلوی در میپوشم دیگه، میرم بیرون. آره دیگه اونجوریه. کوهستان یا دریا؟ لب دریا بد نیست ولی کوهستانو بیشتر هستم. نمیدونم جای کوهستانی رو دوست دارم، یه حس و حال باحالی بهم میده. خب بیسکویتو نصف میکنی میخوری یا گاز میزنی همونو؟ نه من بیسکویتای اورئو یا این شکلی ها رو گاز میزنم، کلا چی میگن یه کاسش میکنم میخورم دیگه، تک تک بدم میاد. بعدی شب دوش بگیری یا صبح؟ صبح عالیه، یعنی صبح به صبح شما شاید ساعت 7 بیدار بشید، 7 صبح برین دوش بگیرین اصلا روزتون ساخته است. آره دیگه صبح بهتره. پیتزا رو کامل میخوری یا دوراشو نگه میداری؟ آجی من کامل میخورم، چه مسخره بازیه، تاشو نگه نمی کامل بخور بره سیر شی. والا به خدا الان میدی پیتزا چند شده؟ یوتیوب پرمیوم یا یوتیوب معمولی؟ یوتیوب پرمیوم چون میدونین که ما تحریمیم، قیمت دلار مولار و اینا 200 تومن به بالاست و این داستانا، و یوتیوب عادی کارامون انجام میشه باش. یوتیوب پرمیوم فرق خاصی هم زیاد نداره. تیک تاک یا اینستاگرام؟ فضاهای جفتشون سمیه حاجی، ولی من تیک تاک رو بیشتر هستم. تیک تاک چون بیشتر من تیک تاکرهای خارجی رو میبینم، ایده هاشون باحاله، من تیک تاک رو بیشتر از اینستا هستم. تو خونه آشپزی بکنی یا بیرون؟ من آشپزی نمی‌کنم. تو خونه آشپزی بکنی یا غذا تو بیرون بخوری؟ غذای تو خونه رو بیشتر هستم، راحت ترم، یعنی غذا تو خونه بخوری راحت ترم. شکلات یا آب نبات؟ 100% شکلات. کندی هم خوبه، آب نبات هم خوبه، ولی شکلات واقعا ماده باحالیه حاجی، واقعا باحاله.
خب ادامه میدیم. Are you more board games or video games? بازی بورد گیم بکنی، بازی کارتی و این داستانای ویدیو گیم. 100% ویدیو گیم. من بازی فکری اونجا که ذره خنگم، مثلا مونوپولی نمیتونم، برای همین بازیای ویدیویی بیشتر هستم. Are you more travel تنها alone or سفر travel کنی with a یا با یه group? گروهی بری؟ ببین گروهی خوش میگذره، تنهایی هم حال میده. تنهایی رو بیشتر دوست دارم. شاید تنهایی باحال‌تر باشه ولی جفتش باحاله دیگه. میگم من بینشو انتخاب میکنم. Are you more wired earbuds or wireless earbuds? هدفون وایرلس بزن یا سیمی؟ بیا سیمی. ولی خب وایرلس بیشتر استفاده میشه، ولی خب برای ضبط و ادیت و این داستانا من سیمی استفاده میکنم که دیتیل نداشته باشه، تأخیر صدا نداشته باشه. الان Are همزمان you more صدامو window خودم seat دارم or aisle میشنوم. seat? بغل پنجره بشینی یا این سمت راهرو؟ بغل پنجره بالاتر، رو این شهر و روستاها و دریا مریا اینا رد میشی. بغل پنجره انتخاب خیلی بهتریه. Are you more waffles وافل or یا pancakes? پنکیک؟ وافل جفتش عالیه ولی وافل رو من بیشتر دوستم. این وافل بسته‌بندی شیرین عسل خیلی خوبه، اونا من میخورم. پنکیک هم بیشتر دوستش Are دارم. you more book or کتاب e-reader? یا PDF خوندن تو حالا تبلت و این داستانا؟ کتاب. گفتم کتاب کلا یه حس و حال دیگه به آدم میده، حس طبیعی بودن میده. خب Are you more of a cup or a cone person when it بستنی comes تو to ice قیف cream? میخوری یا توی کاپ، توی کاسه میخوری؟ تو کاسه. من هر دفعه میرم دستگاهی میگم برای من تو کاسه بریز، چون دوست ندارم دیگه اون شکلی چکه میکنه Are you بدم more میاد. pineapple on pizza or پیتزای never? آناناس یا پیتزای عادی؟ آناناس برو با پیتزا عادی میزنی تو رگ. اوف اصلا خفن. خب Are you more بعدی take the photo or be in the photo? عکاس باشی یا تو عکس have to باشی؟ من choose. عکاسیم افتضاحه، برای همین تو عکس باشم بیشتر دوست دارم. آره اینی که تو عکس باشم و بیشتر دوست دارم. خب بعدی Are you more پلیستیشن یا PlayStation or ایکس باکس؟ Xbox? من ایکس باکس بازم. پلیستیشن خیلی خوبه، یعنی به خودم باشه بخوام کنسول عوض کنم PS5 میگم تا ایکس باکس سری ایکس، ولی خب ایکس باکس دارم، از همون اولم داشتم ایکس باکس رو بیشتر هستم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. قربون چشای قشنگتون بشم و تا ویدیوهای بعدی بوس به همتون.